سلام و درود به همه شما و بچه لژند گیمز. خوش اومدید به پارت اول گیم پلی دارک سولز ریمسترد. بچه ها اومدیم با دارک سری سولز لایک و بازی دارک سولز و اینا که اولین بار من کلا سولز لایک و دارک سولز و این چیزا بازی میکنم. تا حالا باز نکردم و سر همین یه جای گیج نشیم بازی زنه. من رفتم یه ساعت از گیم پلیش و آموزش اینا دیدم. بعد اینجا باید نیو گیم بزنیم. خب اینجا که اول باید اسم انتخاب میزنیم. چی؟ شیفت ال جی، مثلا لژند گیمز اسم 99 مثلا. این خب اینجا جنسیت باید بزنیم. آره این زنه این مرد بذاریم. چه کلاس این بازی. حالا اینو ولش کن، این کلاس زیاد خوب نیست. چیزا نباید زیاد وایسی آپارات گیریم. خب راستی بچه اگه ویدیو دارین داخل آپارات نگاه کنید، لینک چنل یوتیوب پایین میاد، حتما عضو شید اونجا. و اگه داره یوتیوب میبینی آپارات هم عضو شید. مثلا یوتیوب اون ویو نمیخوره، ساب نمیخوره، لایک نمیخوره، حتما برید اونجا به چنل یوتیوب حتما یه سر بزنید، یه مثلا صاف کنید اونجا. حداقل 40 نفر تو آپارات داریم. و روبیکا هم اینجا لینکش میاد. هر سه تا کانال، هم کانال آپارا، روبیکا، چنل این سه تا فایل لینکش میاد. خب بعد بچه نگاه یه دونه داره نایت. خب یه دونه داره وریور، خواهش بس هم داره واندرر. چا اینو یکی از این دوتا گفت برش خوبه. بعد بعد تیف هم خوبه. تیف هم چیز خوبیه. مثلا مستر کی داره، جایی که مثلا کلید میخواد و کلید مثلا مستر کی همون شاگردی مثلا یه سه کلید میخواد پایین تیم واکن. حالا همه جا رو که نه. خب اینم خوبه، اینم بندیت هم خوبه. اینا نگاه کنین. خب این استرنسش 14 بندیت. خب این تقریبا همه چیش بالاتره پایینه. نایت هم که نایت کنده زره، نایت کنده. چه همین بندیت رو فرمیداریم. بعد گیفت رو به مستر کی برمیداریم. اینجا هم لاغر تو بودنشه، از اون بودنش خیلی لاغر میشونم، خیلی تو بود این باشه. قیافم بزنید ورداریم. یه بوداش نه چشم لیام میشه. چه قیافش لیام خودش ویسای عجیب عجیبه. قیافش لیام میشه. قیافه نرجم. خب هم میتونیم ما یه کاری رو قیافش شبیه داشمون جان ویک کنیم. قیافش نمیزنیم که الان شبیه جان ویک شد. خب رنگ موهاشه دیگه. میتونیم بازم چیزی اینجا کاستومیز کنیم، ولی خب اصلا ابروش رنگ چشم اینا حالا اینجا مهم نیست. میریم و بریم برای استارت. اولین کاتسین. In the age of ancients, در سال the world was unformed, shrouded by fog. با مه A پوشید. land of grey crags, و یه arched جزیره از trees, and everlasting dragons. و دنیا توسط میگه داره میگه اینجا دنیا توسط اژا حکومت میشد. اژا صاحب دنیا بودن اینا. But then there was و fire, بعدش آتیش به وجود اومد. and with قبل fire از آتیش اژا بود came disparity, و با آتیش دیسپریتی، حالا چیز and cold, سرما و گرما، life and death, زندگی و مرگ، and of course, البته light تاریکی و روشنایی.
Then from the dark they came بعدشون از تاریکی اومدن and found the souls of lords within the flame. و بعدش روح لوردا رو پیدا کردن، اون سولای لوردا رو پیدا کردن. این یه لورده در از Nito, the first of the dead, نیتو اولین مورد. این یکی از 4 تا لرد اصلی بازی. نیتو یکی از سولزار به دست اومد، 4 تا سولز the اصلی بازی. witch of Isolith, and her جادوگر daughters of ایزالیس. chaos. یه لرد دیگه داره، Gwyn, یه سولز دیگه the داره، lord of یکی دیگه. sunlight, یه لرد دیگه، and his faithful لرد knights, روشنایی سانلایت. این هم سولز روشنایی داره. and the furtive و pygmy, آخرین لرد هم یه so انسانی easily که forgotten. سولز دارکو داره که برای انسان ها خودم برای انسان ها به کار میره که بیشتر کلا برای With the انسان. strength of lords, they challenged the بعد میگه dragons. اون لرد با ژا مبارزه کنه، مثلا با همین سولا که داشتن با Gwyn's ژا mighty مبارزه bolts کنه. peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. چیکار کرد؟ And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. اینم یکی از باسفایت اصلی بازی. اجرای مطمئن باید پیش میری. همه این باید بازی گوشایی کنن دیگه. Thus began the age و of بعدش fire. سال آتش اومد. دارم براتون ترجمه کنم، اینقدر دوبله فارسی بهتره. But soon the flames will fade, and only dark will remain. و تاریخ میگه ما یه چرخه ما انتخاب شدیم داخل این بازی که یه چرخه رو ادامه بدیم Even now, که یه آتیشی there are یه چرخه only این ادامه embers. پیدا کنیم. مثلا برای روشنایی یه The آتیشی man هست، این آتیش sees not هیزم light, میخواد، but هیزم only باید بشی endless روشن کنه. اگه به nights. این آتیش هیزم نرسه، حالا آتیش واقعا نیست، And حالا یه amongst the چرخه living چیزی are اینطوریه seen خاموش میشه و جهان در carriers تاریکی فرو of میره. the و ما باید این چرخه رو accursed ادامه بدیم dark sign. که ما یه جور برگزیده یه همچین چیزی هستیم بعد ادامه بدیم. رفتم کلا یه ساعت گیم پلی شدیم، همه چی فهمیدم. خب الان چی میشه؟ بله الان وارد گیم پلی بازی میشیم بچه ها. شاید یه دفعه افت فریم داشتیم اینجا، چون رکورد نیست نمیدونم. بعد با رکورد اون گیم بار خود ویندوز رکورد میکنم، فکرم سرمون هم Yes, هست. indeed. OBS بعد The نصب کنم dark با اون sign رکورد brands کنم the خیلی بهتره. undead. مثلا رکورد نمیکنم 60 FPS یه دفعه میگم مثلا نصف میشه تو رکورد. خب And in this land, توی این جزیره خب ادامه‌شو بگید. توی این the جزیره undead are corralled and led to the north. میگه توی این جزیره این زامبی مامبیا و مردهای متحرک و این هست. نه هست نگاه اینا مردهای متحرک Where they are locked away to await the end نه. of هر the بازی world. مامبیا باید تو زامبی داشته باشه، نمیشه نداشته باشه. من بازی زامبی پس هم نیستم هیلو. این باز فایده سخت. This is your fate. ای مای خب موش چه قیافه اون بده. اینجا یه بنده خدایش سرمون میندازه زامبی برام چه نازه. این بنده خدا رفتش.
با چیزی که من انداخت بریم. خب یک کلیده که بعد اینجا آره باز شد. اینجا استفاده کنیم. خب کاملا کنترل اتک شمشیر شکسته هم بده بازی به من بده. کیو بزنیم اینجا مشخص جامو بذار اینجا ما یه فایر داریم یا فکر کنم سیوه فایر است ما سیوه بچه اینجا راه داریم که میخوره به کی؟ میخوره یه باس فایت و اینجا ما این باس فایت رو نباید بزنیم، باید از دستش
فرار کنیم. خود اینجا بازی یکی تیوه، یعنی فرار کنیم. نگاه اینجا میگه که یه فرار کن. چون ما شمشیر من شکسته، این سلاح اصلی اون نیست. من باشم بگیرم اینجا میاد اون فایره رو روشن نکنیم. سیف شیل شیل نموش بچه رو بعد اینجا می اصلا یه بار اما میریم این کار رو میکنیم. دومی هم میزنیم اینجا بخش سپر میشه اما اینجا میخواد دارو به ما دمیج بدنه. اینجا سپرم میریم. خب اینجا فرار changes language battle axe اینجا سلاح اصلی رو داد. خب اینجا ما بریم دمیجش اینجا این سلاح بابا این هنوز زنده استیه. بعد 50-60 دمیج رو درست بریم اینجا ما میکنیم به یه جایی بس اینجا که گفت همون موقت نه همون و یه اینجا بزنیم گل ما هم انتخاب کردیم ایکسی بود. حالا تیم بیاین اینجا انتخاب کنید مثلا جمعه چی باشه. مثلا که بلند نمیشه کار کنم. اینجا هم که راهی نیست و حتی اگه جامپ هم بزنیم نمیره حالا بسیم با جامپ میره. کردیم بیاییم بالای امان میان اینجا. وقتی اومد اینجا با این یارو باید حرف بزنیم. Oh, you. You are Lord. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? اینجا باید یه سال زمین. Regrettably, I have failed in my mission. من تو مهارت هم شکست خوردم. There is an old چه این همون saying که in همون my بالا family. اونجا نظر انداخت Thou who art کلی undead توش art کلی را chosen. کجون Thine دفت. exodus from الان the اینجا undead مرده asylum و دیگری maketh قرمانی pilgrimage to داره the شهر land of سر ancient میشه. lords. ما الان بریم بیرون When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt. نه نزنش. هی برای چی زدیش؟ ای مور دستم خود زدیش. خب ولی خب در اصل این آیتم رو به ما میداد با یه دونه کلیده در اصل میداد.
الان خب این بالای داشه سرمون رو بزنیم. خب این پایین یه بونفایر داره، ما بریم پایین بهش کنیم آرم بزنیم بچه ها. این یارو بونفایر داشته رو استفاده کنیم بالافتیم همینجا سعید بردیم. بریم اینجا دوباره اومد اینجا رو ما فعلا از اینجا قفل اونجا و یکی را بریم بچه های ذره وایسی اینجا بریم برگردیم یا دوباره زمین بشه. خب میگه این پای سلاح دوتا باشه که یک جام خودم نمیدونم بچه اینجا باید چندین سپر بگیریم. ای گو خورم بلند این آقا بیا اینجا بیا اینجا تم بارد اینجا رو با سفر میریم جلو با سفر که اومدیم جلو ای بگیری بچه ما اینجا میتونیم یه کار کنیم. اگه اینم با بندیت هم جواب بده اینم اینو جواب بده با بندیت اینم که قفل این یه کلید کارو بردن. بریم حالا بریم پایین. خب اینجا با اولین باس فایت ما بیرون خواهیم شد. چون مشاهده میکنید و میپریم پایین میبینید کلش میزنی که دمید وقتی میپریم پایین رو کلش میزنیم یه سریع میکنه جون بزن همه موردی جون بزن بخور حالا اینو برو هم بشن راحت آجی چرا این جونش همه با بندید من یه سری ها بازی جونش زد جوری باشه همه سیام شده حالا بازی آسون باشه مثل بخوریم چون یه فلاسکی بخور. خب اینو هم بریم بزنیم برو پس رو برو کردیم. خب یکی دیگه و تمام برداشت اینجا میمیره داشت اینجا ما تکیلی داریم بله داشتمون اینجا موردش دیدم به اون یاد اینجا ما باید بریم این دله را با اینجا این دله را با دله را که ما کردیم قبلش دله را ها میکنیم و مستجیم بریم اوه خب یه مستقیم برو اینجایی که ما میریم بالا بریم بالا اینجا ما بریم بالا یه اتفاق
Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. این کلاغه خوب اومد و بر خونه ماین To leave the undead asylum in pilgrimage دیگه از Undead Asylum میریم یه جای دیگه این کلاغه من to the land of the ancient lords, تا برسیم به جزیره لوردان Lordran. لوردران. خب رسیم به این یارو اینجا. خب اینجا ما کنی میرسیم اینجا ما میرسیم پایین. خب و رسیدیم به اینجا. بله نمیتونیم مشاهده میکنیم ما رسیدیم اینجا و مستقیم میریم. خب بچه اگر تو اینا استراحت کنیم اگه استراحت کنیم اینجوری پر میشه. خب اینجا یه چیز رو ازشون بگیریم. هامیونیتی ها بچه های هامیونیتی ها حالا بشه در کنه. الان من یه دونه هامیونیتی یه دونه هامیونیتی استفاده کنم برای تبدیل شدن. الان ما تو حالت هالوی یعنی حالت روحانه. اگه اینو ما استفاده کنیم تبدیل به انسان میشیم. اینجا استفاده میگیره عدد میاد بعد دوباره بعد بیایم تو اینجا نگاه اینو که میزنیم اینو که میزنیم اینو بزنیم اینو سوال کنیم تبدیل به آدم میشه. و موقعی مثلا بعضی جا ما از این پیسی ها کمک بگیم. Well, what do we have here? You must be a خب new ما این باید حرف arrival. بزنیم میذاره. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. But there are what... خب اینو رد کنیم میره. من دوباره امتحان دوباره روشن کنم چی میشه. بعضی هاشون رو باید چند بار بزنیم تا یه اتفاق بیفته. فعلا که این واسه اتفاق نیفتاد. خب اینجا یه ذره چیز میذاره اینجا ما بریم هر چیزی رو پیدا کنیم پرودکت کاریم بریم خارجی بریم. بذار این همین جا این پارت رو ببندم. چون هم تا اول آخر پارت اول تا شروع مسیر بیاید لایک کامنت سابسکرایب کنید و تا ویدیو دیگر و تا پارت بعدی دارک سولز خدا نگهدار.